به نام خدا با عرض سلام احترام به خدمت شما. خوشحالیم که یک روز دیگر الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. بینندای خوب و نازنین، به ولسوالی پشت زرغون آمدیم، به قشلاق گاجه. این قشلاق به نام گاجه آمدیم، به داخل قشلاق آمدیم که سعی کنین رسم رواج، کاروبار، عنعنات مردم چیه. از شما خواهشمندیم که یک ساعت ما به داخل از این قشلاق هستیم. بازم سلام خدمت شما بینندای عزیز. در کنار جناب محترم ارباب صاحب قلعه گاجه هستیم، قشلاق گاجه که خود بیشتر معرفی میکنم. ارباب صاحب سلام به خدمت شما داریم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم جمعگل قیردار قلعه گاجه. چند سال میشه ارباب صاحب به دوش شما مسئولیت قلعه؟ همین مسئولیت در روزی که همین امارت اسلامی به افغانستان حکم فرما شده ارباب. خب 5 سال میشه. 5 سال میشه. خب به می 5 سال ارباب صاحب چه کار بکردیم؟ چی کارهایی داشتیم به مردم به منطقه خو؟ ما به این 5 سال که امارت اسلامی به افغانستان، تمام افغانستان تصرف شدم، به همه جنیا و به مردم افغانستان و هم معلومه که با اون صورت که سابقا کمک ها بسیار بود و مردم مستفید میشدن، به اون اندازه نیه. باز هم خوردم تمام امارت اسلامی ما انشالله به غیری خو مسجد جامعی بساختیم که بیدیم شما. خب ما به غیری خو اینجا مدرسه بساختیم که اونجا هست شما بدیم. ما به دیگه کریزای کرید شما هم مردم میفهمن که کرید یعنی چی. که ما انمی اوزم کریزای چشمی او بیننده چشمی او کریزای که به زیر زمین میکنم و دیگه او میاد که نام کریده. ما اونا تکمیل کردیم. تکمیل کردیم. بله به وقت امارت اسلامی اینا لایروبی کردیم. به نام یک چکدمی اونجا ما ساختیم. اما یک مؤسسه به نام اسلامیک ریلیف بیامدیم اینجا از طریق ولسوالی خیلی به ما کمک کرد. اونجا دیگال استنادی ما تیار کرد و اینمی خدمات ها از طریق امارت اسلامی به غیری گاجی ما بشد. خب خیلی دیگه ارباب صاحب، شما مسجد جامع شریف جور کردیم، مکتب جور کردیم، کانالار تیار کردیم. این کانال کاسا بود. بله. نلکشی هم که منطقه نلکشی هم هستن این نداره. خیر ببینیم. خب دیگه فکر کنم پول پلچک چیزی هم پول پلچک هم اشتنی پول پلچک هست. دانشلار ما سیمت کردیم کریدور او نبره اما کارو بکردیم. بله تیار دیگه بسیار خوب. خیلی خدمت بزرگی کردیم تاله. خب گاجه بسیار منطقی کلونیه. بله. چقدر نفوس زندگی میکنه؟ با گاجه ما 500 فامیل داریم. نام خدا. 500 فامیل داریم. قلعه بالا و قلعه پایین. هم قلعه اگر ضرب 7-8 کنه که چند نفر خیلی میشه. بله. نام خدا. چی مصروفیت دارم ارباب صاحب؟ این مردم که هست شغل اصلی اینا که هست کشاورزی و مالداری. خب خود خوب بگیم از اینکه مسئولیت اربابی و دوش شمانه ملک چیزی هم داریم؟ بله ما ملک هم داریم. ما به غیری ملک هم داریم. چند جریب زمین داریم؟ یعنی 5 جریب زمین داریم. الهی شکر، الهی شکر، شکر. خب ارباب صاحب حربی قلعه خور معرفی کنین که شرق غربی و کدو قشلاق وصله. حدود حربی غیری گاجه شرقاً میرسه به غیری تودی، غرباً میرسه به غیری کرسلطان، جنوباً کوه عام، شمالاً میرسه به غیری گلمیر دیشخ ملگه. خب بسیار خوب، بسیار خوب. بسیار بسیار تشکر ارباب صاحب که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم، زحمت کشیدیم. بسیار تشکر از شما. زنده باشیم. تشکر از شما که به می راه دور، به می هوای گرم، هوازی ما رو بشنیدیم که همچون غیری اونجا وجود داره. بیامدیم از تک تک ما مصاحبه گرفتیم و از حال احوال ما، از حال احوال امروزی ما با خبر شدیم. بینندای عزیز
بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. به کنار حاجی کاکا هستیم که اینا 100 سال سند از اینا هسته. خدای پاک بیشتر کنه و همه جون سالمی هم به کاکا خدای پاک بده. انال خور معرفی میکنم. حاجی کاکا جان مونده نباشیم. سلامت باشم. اول شما خوبه پدر من؟ اگه خوب بودی چلی سال استاد نمیتونم. نه دیگه پاک و خوشحال. اگه خوب من کاکا جان مال چی بگم من؟ شما 15 سال سند من مال پادردم. مال کم پیش بود. اگه شما خوب نمی بودین کاکا جان ها از اینجا بدیدم که میای این قدم زده. بشنیدم. خیلی شکر دیگه. چی شنیدیم کاکا؟ کجا چی شنیدم؟ همالی که گفتیم بشنیدیم. هیچی نشنیدم. چی شنیدم؟ از ما شنیدین خبر شدیم. شما شنیدم که گفتم بیا مالم. کی آمده؟ همینا که تبلیغ کنی. مال گفتن اسم ما نگفتن. گفتم. چی گفتن؟ جانو گفتم. جانو آمده. زنده باشین کاکا جو. چند سال میشه جانو سی میکنی؟ بله فرما کنم هر جو ببینید اصلا. بله فیلم ها به هر جا هستیم ها. میشه کاکا از این خوندن ها چهار بیتی ها که بخونی؟ ما یکی دفعه بیرو. از این گپا به دوری ما؟ اگه کاکا به شما بگم که امشو میمونیم گوسپند برای شما قو کردم همچین غوری بشینیم برای رفقا خواهم فرصت میدیم؟ نه. خوب میگم نه چه نه. در گوشت که نمیخورد. شما نمیخورد مگه نمیخوردیم چه تا چاق شدیم. ما کاکا جا از زور غم میخوریم چاق شدیم. غم میخوریم. غم خوری چاق میشه. حاجی کاکا برادرها گفتم 100 سالیم. از 100 بیشتریم یا کمتر؟ نه کمتر. شاید 80 85 خب اینا که گفتن 100 سالیم. مثلا ما خودم خبر ندارم. خبر ندارن کاکا 100. خب خدای پاک برای شما عمر بیشتری بده همینطور با ایمان. حاجی کاکا بله زمانی که کیچیری ارزن بود چند ساله بودیم شما؟ کیچیری ارزن من یاد میدم. کیچیری ارزن کاکا آخی 50 سال پیش بوده درسته کاکا؟ کیچیری زن بارشتنه. کیچیری ارزن از ارزن میگن. من ارزن یاد نمیدم. نون جو کو یاد میدیم؟ نون جو یاد میدم. ها؟ خب میگم همون وقتی که نون جو بوده کیچیری ارزن هم بوده. بوده. شویدی به جندق هم بوده. سوزی به جندق. خب میگم بده کاکا جو. کاکا چند تا عروسی گرفتیم بخو؟ 50 تا. یک عروسی گرفتیم. بفهمیم بینندای عزیز صدا کاکا کمی ضعیفتره. میگم چند تا عروسی گرفتیم؟ میگم 50 تا. یک پیرزال داشتیم. پیرزال شما حیات دارم امالی؟ خب چه کار شما نه؟ چون نخندیم آمو جا پیارم نخندیم چون که ما با کاکا بگم من میفهم که زن شما نه. خب دختر مامای دختر کاکای دختر عمه دختر خاله چه کار شما بیگونه هم؟ بیگونه هم. خب پیشکش چند استوندم شما؟ پیشکش میشه که چندی دو وقتا چی یک گسالی گایی میدارم 50,000 یک مچون چی میدارم او وقتایی پیشکش ها نبود. بسیار خوب کاکا جو. خب خدای پاک کاکا جو پیارم خداوند شما عزت بده. خدای پاک شما حفظ کنه ناجوری به چردوبر شما نباشه. همیشه صحتمند باشین. چه کار میکنی کاکا؟ شغل شما چیه؟ نه شغل خوردم. شغل بود که من شکار میکردم. شکار میکردم. میرگن نامی بود. بینندای عزیز یک چیزی ما به شما میگم که خوب متوجه باشیم. حاجی کاکا پدر ما و شما نم همین برادرایی که بعض و البته خیلی کم شاید از 100,000 نفر یا از 1,000 نفر یک شخص یک احترام به پیر و مادر نداشته باشم منتها بیشتر دارم. ایتا بگیم هر چی که فکر کنیم ارزش دارم. پیر و مادر میوه کم یافتیه
شما کوشش کنیم هر برادر که پیر و مادر خون ناراضی هم دیگم احترام به پیر مادر خون ندارم. این به حیث دوستانه میگم، چون ما پدر نداریم. وقتی که کاکال صحبت میکنم با یاد پیر میفتکیم. خیلی کوشش کنیم، دوستای دنیا ارزش نداره، توصیه کنیم نیم منطقه. پس مو خوبه که کاکا به حق بچه ها خود دعا کنم که بگم بریم به هر راهی که میرین خیر به جلوی شما باشه. درسته کاکا؟ از این جمعیت بچه ها شما هستم؟ به می جمعیت داریم؟ پسر دارم؟ پسر داریم؟ همین چی چیله؟ خب چند پسر داریم؟ الهی شکر. کاکا میته امیت آفزین و خوب دقیق به سر جای که هرچی فکر کنیم 100 سال هم سین دنایه. موفق باشیم کاکا جو، وقت شما نمیگیریم. دوستا بینندای عزیز همراه ما باشیم. بینندای عزیز بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. خدا کنه تا این لحظه لذت برده باشیم. امروز به خدمت شما هستیم در کنار حاجی کاکا که خور معرفی میکنم، سعی کنیم چه کار میکنم، چه کاروبار دارم. کاکا مانده نباشیم. سلام علیکم. خوب خیریت؟ من دستیم بخیر. الحمدلله خیر. سلامت باشیم، شما زنده باشید. اول نام شریف خود با ما بگیم. جمال الدین غیری گوجه از ولسوالی پشترقم. خب بسیار خوب. چی کاروبار داریم، چی کار میکنیم؟ دیغنی داریم. زمین؟ بله. خب چند جریب زمین داریم؟ اینجا جریبی نی به حساب ساعتانه. خب چند ساعت؟ 2.5 ساعت برای داریم. ایتا معلوم نیه به شما که چند جریب میشه؟ نه تو داشت دیگه معلوم نیه که چند جریب میشه. خب تا حال معلومات نگرفتین که نه. 2.5 ساعت او چند جریب زمین میشه؟ نه تو معلومات نداره. 500 سال هم میشه زمین داره؟ همین تو 500 سال هم میشه زمین داریم. اون قدرم بکشتیم زمین ما مشخص نیه. خب امسال چند خروار گندم ورداشتیم؟ تیر نشه ما مجموعه. امسال چی بخیر؟ چرا؟ داشتن که کشت کنیم. نشد. نه نشد. خب این داشته که امسال خوب نتیجه خوبی داد از حساب بارندگی. بارندگی ولی بارندگی خوب بارندگی شد. خب الهی شکر. حساب بخش مالداری خوب شد. خب فکر کنم کاکا با منطقه شما کمی جوز هم هسته. بله. جوز اضافه. بله. باغ انگوری هم داریم. بله. میوه درختی. بله. چند نوع میوه درختی هست کاکا؟ تقریبا 4-5 نوعی است. 4-5 نوع. بله. خب مالداری هم کاکا داریم. بله. الهی شکر. کاکا چند سال هسته؟ 60. 60. بله. خب عسکری بکردین؟ نه. خب زمان قدیم که یک بچه دوماد میکردن میگفتن بعد اول عسکری کنه، به شما چیکار شد؟ گیر ندادن؟ نه دیگه از ما دوری انقلاب شد دیگه. خب عسکری نکردین که شما نامزد کردن. چند پیشکش شما بود؟ بیاد شما نه؟ از ما علیشی بود. خب علیشونی. بله. خب پول هم خود نبید دیگه. علیسیار بهم یک روز گرفتین؟ بله. خب بسیار خوب. شوروا بود؟ بله. شوروا. خب بفهم بینندای عزیز چی خاطر خندیدم. از کاکا میپرسم میگم اسم شما چیه؟ میگم بلیا. درسته. چاش چی خوردیم؟ چاش تول نون نخوردم. ها؟ تول نون نخوردم. بله.
بسیار خوب کاکا، خوشحال شدیم. خیلی تشکر. انسان خوش اخلاق از بینقوای زحمت شما هستیم. که زحمت کشیدیم. سلامت باشیم. تشکر از شما دوستای نازنین، همراه ما باشیم. برنامه ادامه داره. امروز به خدمت شما هستیم. بیننده‌های عزیز، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. آمدیم به داخل زمینای کشاورزی دوستا که اینجا از هم گل هفته و گردش و بانجون رومی و بالاخره پیاز و خیال و کدو اینا کشته. سعی کنید که اینجا چی رقم نتیجه خوبی و داده امسال زمینا دیگونی اینجا یا خیر. کاکا، آمدیم به سر زمینا شما. بله آمد. بسیار جای سرسبزیه. بغیر از اینجا دیگه هم داریم زمین. خیلی خوش آمدید. دیگه ایت سرسبز نداریم. ایت زمینایی داریم چوک چوکی برای هسته. خب امی چند جری بمی؟ امی شاید تقریبا 2 جری چیزی بالا باشه کم باشه، بیشتر نه. 2 جری. خب چند نوع سبزیجات اینجا کشتیم؟ اینجا دیگه از بانجون گرفته، گل هفته گردش، بامیه، پیاز، سبست، شفتر، خب کدو. خب نمیشه چیزای اینجا کشتیم. کدو اصل بیشتر نتیجه داده. حالا که دم زدن نمی بانجونا خوبه. بانجون. ولی بامیام تا حال به بار نشیشته. خب بانجوری میچی؟ بانجوری بیا خوبه دیگه وقت چندانی نه رسیدانی نه. خب اینا رو از اینجا میبریم به بازار پشت زرغون؟ نه دیگه خیلی کریگی نیه اینا. همین خوردن روبرو. فروشی نیه. نه همین خوردن روبرو میشه. خب باشه، همین کاکا رو ما صدا کنید. از صبح تا حال چوبم. شما مونده نباشیم. زنده باشیم. خب مونده نباشیم. شما زنده باشیم. اول شما خوبه؟ الحمدلله. سلامت باشیم. شما چه کار میکنی؟ ما کشاورزی، بازگری. زمینا شما به کجایه؟ زمینمون به می منطقه می دیگه زمین داریم، یک سعدی بری داریم. باغ هم داریم؟ باغ نداریم. نه. مالداری چی؟ مالداری هم نداریم. یک گوی داریم. یک گاو شیری. بله یک گوی شیری داریم. خب گزاری زندگی میشه؟ خدا را شکر. خب تیر میشه دیگه. رقم باشه، اگه خوب باشه گنده باشه تیر میشه دیگه. راست میگی. بله. بسیار خوب. کاکا بله. چند ساله هستیم؟ شاید 45 50 میته چیزی باشه. خب کدوم که ما باور کنیم؟ هر کدومی که باور میکنیم. 50 یا 45؟ 50. بله. خب دوره مکتب بخوندیم؟ نه وقتی که ما مکتب نبود. مکتب نبود؟ بله مکتب نبود. باز حالی به میخورد دگزه یا حالی مکتب دیگه. اصلی خو از این گاجی؟ بله اصلی خو از این گاجی. خب بسیار خوب. بیننده‌های عزیز، بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه. در کنار یک برادری هستیم که امی باغچگاه که دارم، سعی کنی از اینا پرسان کنی که چند نوع میوه دارم و دگم بغیر از این باغچه دارم، ملک چیزی یا خیر. مونده نباشیم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر، سلامت، سلامت، زنده باشین. میشه نام شریف خودم بگین؟ غلام الدینم از گاجه. خب چی کاروبار داری؟ ما دیگه اینجا کشاورزی داریم. خب بله. دیگه هم باغ داریم بغیر از این؟ یک باغ دیگه هم بالا هسته و هم زردالوه. یک زردالو. بله.
اینجا فکر کنم جوز و زردالو بیشتر میشه. بله ها اینجا جوز و زردالو بله ها اینطور. دیگه چی میوه داره درختی؟ دیگه هم الو هست، شفتالو، سیب، انار، این چیزای زیاده. از حساب کشاورزی داریم زمین. بله ها دیگه همین دشتای داخل این قیری هم چند جریبی میشه، 5 جریب 6 جریبی. شخصی. بله ها. خب زمینا شما را اگه بخرم جریبی چنده میفهمید؟ جریبی دیگه نمیفهمم اینجا دونگی اشتن متراژ چی رقمه؟ ساعتانه بوده تا چند روز یک زمینی داریم شما مثال 100 او برای داره بله درسته؟ ها بله ها. خب چند ارزشی نه؟ دیگه قبلا که بود 2 لک میخریدم. 2 لک. 2 لک بله ها. یعنی اگر ایتا متراژ کنیم یک جریب یا نیم جریب میشه 100. بله ها میشه. بله ها. چرا ارزونه مثلا اینجی زمین؟ دیگه ایت کاریه که چند سال میشه خوشسالیه اینجا. پادومن ها بارندگی زیاد نکرده، خود شما میفهمید که پادومن اگه به مو خاطر بارندگی بشه او زیاد میشه. وقتی که او باشه هر کشتی هم میشه. خب بسیار خوب. درس هم بخوندیم؟ درس زیاد نخوندم نه. هیچی نخوندیم؟ 3 سال درس خوندم. درس مکتب. به قول فاکولتر خلاص کردیم. چیکار کنیم دیگه؟ چرا درس نخوندیم؟ دیگه وقتی نبود دیگه. پشیمون نیم. اشتنی. اولادار انشالله رای میکنیم. بله اولادات میرم. متعلم یا خاندار؟ نه مجردی. مجردیم؟ بله. چند ساله؟ 23 ساله. 23 سال مجردیم؟ بله ها. دل ما کباب شد. چرا ایته؟ طالب پیار خو والده خو اینا ایت پیشنهاد ندادن که نه طالبش نداره. فکر کنم یک درآمدیاری هم نیم که نه به درد دیگه. خونه بخوره. نه دیگه به نه کسی اگه و بودی بسی که شما واقعا باشید. ما میشدن. درسته؟ بله ها. خوشحال شدیم دیدن شما یک چهار بیتی زنده بخونید. باشین. تشکر باش یاد گیریم باز میخونیم. خب بله ها. نون خوردن یاد داریم؟ بله ها. زنده باشین. سلامت باشین. تشکر کمی خود شما شوخی کردیم برا. زنده باشین. بیننده‌های عزیز وقت برنامه به پایان میرسه. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم.